بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوش آمدین دوستای گرامی متعلمین عزیز و ارجمند صنف 12 و کانکوری های محترم به برنامه خودتان مکتبخانه از تلویزیون سحر افغانستان. امروز در خدمت شما خوبان هستیم با مرور کلی بر مدل های ارتجاعی. فصل سوم کم کم به اتمام میرسه و یک مرور کلی میکنیم بر مدل های ارتجاعی تا مفهوم را به صورت بصری و به صورت کلی هم ببینید، یک جنبندی بشه، به خصوص برای کانکوری ها که باید از این داستان یک نتیجه خوب بگیرن که بتونن راحت سوال های کانکور رو حل کنن. گرچه ما تمام نکات رو گفتیم و نمونه سوال های کانکور هم برای شما کار کردیم. اگر موفق نشید درس های قبلی رو ببینید اصلا تشویش نکنید، چون ما هستیم بر عهدی که بستیم. چرا؟ چون یوتیوب داریم. چرا؟ چون تلگرام داریم، در کنارش فیسبوک و وبسایت هم داریم. تمام درس ها از صنف 7 تا 12 در آدرس هایی که گفتم موجود هست، میتونین بار بار مشاهده کنین و اگر سوالی داشتین و یا پیشنهاد و یا انتقاد داشتین از طریق واتساپ با ما در میان بگذارین. نظرات نیک شما برای ما سازنده است و سوالهایی که میپرسین حتما ما کوشش میکنیم به صورت کلی و مرتبط با درس به تمام سوالهای شما جواب داده شود. پس بیننده برنامه خودتون تا انتها باشین، کتابچه و قلم فراموشتان نشه. ما رو از دعای خیرتان فراموش نکنید. دستان پدر مادر خود را هم ببوسین که حامیان درجه یک و بدون چون چرای شما پدران و مادران شما هستند و بهشت هم زیر پای مادران هست و روز مادر هم مبارک، روز پدر هم مبارک، روز معلم هم مبارک. برای من اگر تحفه فرستادین مشکل نداره. خب آماده هستین که درس را ادامه بدیم با مرور کلی بر درس ها؟ کتابچه و قلم، مارکر، بریم به جنگ مدل های ارتجاعی ببینیم که چه بوده. قدر دانش آموزای ما رو میخوان اذیت بکنن در کانکور، نمیتونی اذیت بکنیم. مرور کلی بر مفهوم استرس و استرین در درس قبلی گفتیم، باز یک مرور میکنیم. ببینید به صورت بصری گراف میکشم برای شما. گراف عمودی استرس است و گراف افقی استرین. گراف عمودی استرس، گراف افقی استرین. کسایی که گراف بلدین میفهمین. اگه گراف ها رو خوب نمیفهمین حتما یک به ویدیوهای درسی صنف 11 که من گراف های سرعت و به حساب شتاب رو بررسی میکنم نگاه کنید، یا به مفهوم گراف در ابتدای صنف 10 نگاه کنید که من گراف رو چگونه برای شما بیان کردم. گفتم گراف تعریفش است ارتباط بین دو کمیت رو نشان میده، ارتباط بین دو کمیت یا بیشتر از دو کمیت. حالا ای که استرس باشه، ای استرین باشه، ای هم گراف باشه، در واقع ارتباط بین استرس و چه است؟ استرین هست. اینا گراف خطی یا گراف خط مستقیم به این معناست که اگر استرس زیاد بشه به تعقیبش استرین هم چی میشه؟ زیاد میشه و ضریب هایشون مشابه است. مثلا این ضرب در دوشه هم ضرب در دو، خاطر گراف خط مستقیم است. اگر گراف منحنی بشه به این معنی که روابط چون خطی نیست، یعنی توان داره، که ما اینجا توان نداریم پس نوشته میکنم گراف استرس استرین. استرس رابطه مستقیم داره با استرین. استرس است که استرین به وجود میاره. استرس است که استرین به وجود. دانش آموز یاد گرفته که استرس یعنی فشار، استرین یعنی تغییر نسبی، تغییر نسبی بود. حالا یا طول هست یا حجم است. حجم باشه بالک، طول باشه یانگ. خب پس اینا رو خواندین، دلتا ال بر ال صفر یا دلتا وی بر وی صفر که استرین نام داره. بچه‌ها افزایش استرس افزایش استرین است. پس هر چقدر استرس زیاد میشه استرین هم زیاد میشه، به خاطر گراف تا کج میاد. یک مثلثی در اینجا به وجود میاد، مثلث قائم الزاویه، که اگر یک زاویه برش بتیم ما میتونیم میل این خط را پیدا کنیم، میل گراف را که چند درجه با استرین زاویه ساخته. حالا این میل چی است بهش میرسیم. خیلی جذاب است که بفهمید، خیلی جذاب است. بچه استرس رو با سمبل دلتا نشان دادیم، استرین رو با سمبل اپسیلون، چون استرین ها معمولا خرد هستند، اپسیلون نمادی از خرد یا کوچک است. و اگر بخوایم این رو به یک معادله تبدیل کنیم، این رابطه رو پیدا کردیم. برای محاسبه نیاز به یک ثابت داریم و اون ثابت از روی گراف این در واقع میلش است. میلش رو پیدا میکنیم. میل چه رقمی پیدا میشه؟ میل یک مثلث میگیم ضلع مقابل بر مجاور، یعنی استرس بر استرین که همانا تانجانت است. همانا چی است؟ تانجانت. پس ببینین اینجا یک تانجانت گذاشتیم. تانجانت الفا. الفا کجا هست؟ اینا الفا همی است. حالا تانجانت الفا رو میخوایم پیدا بکنین، میگین ببینین تانجانت اطراف تقسیم استرین کنین یا استرین رو بفرست تو طرف بره، مشکل نداره. بچه‌ها قبلا شما چی میگفتین؟ استرس بر استرین. در درس‌های قبلی دائم میگفتیم استرس استرین، استرس استرین. برای مدل یانگ استرس بر استرین،
برای مدل بالک استرس بر استرین، برای مدل شیر استرس بر استرین. پس همون مدل های ارتجاعی بودن و همون مدل های ارتجاعی ثابت بودن. برای این مدل های ارتجاعی ثابت بود و فقط هم به جنس ماده بستگی داشت. یعنی فولاد مدل ارتجاعیش همیشه ثابت است. پس این تانجانت واقعا ثابت است. هر قدر استرس زیاد شه، استرین زیاد شه، این زاویه تغییری نمیکنه. این همون مدل ارتجاعی است که از نسبتی دوتا، پس نسبتی دوتا ثابت است. نسبتی دوتا چی است؟ ثابت. و او ثابت را میگن مدل ارتجاعی. پس مدل ارتجاعی برای هر ماده ثابت است. از نگاه ریاضی آمدم فیزیک ریاضی رو به هم ربط دادم. پس این تانجانت در واقع همون مدل ارتجاعی هست. همون مدل ارتجاعی از نگاه ریاضی و هندسه این گونه به اثبات رساندیم. خب مدل های ارتجاعی برای کنکور در یک نگاه. تانجانتر دیدی؟ استرس بر استرین. حالا بیا سعی کن. مدل ها در مجموع استرس بر استرین هست. فقط چه فرق داره؟ استرس ها که یک چیز است، قوه بالای سطح، اما استرین ها فرق میکرد. استرین یانگ تغییر در طول بود. تغییر در چی بود؟ طول. پس باید نوشته کنید دلتا ال بر ال صفر. استرس که همون قوه بر بالای سطح است، مشکل نداره کسی. برای بالک استرس بر استرین، استرسش که همون فشار است، اما استرینش دیگه دلتا ال بر ال صفر نیست، چون این در طول است. بالک یعنی حجم، خود کلمه بالک یعنی حجمی، تغییرات میخواد حجم رو بررسی بکنه. پس ما باید بگیم دلتا وی بر وی صفر. ماشاءالله، دلتا وی بر وی صفر، باریکالله. و سرانجام مدل شیر، اونا شیر دارن، ما شیر داریم. شیر آقا، مدل شیر استرس بر استرین، استرس که همون اف بر ای است، اما استرین از این دلتا ال بر صفر. آقا اجازه جانم بگو، شما بفرمایید. آقا اجازه، دلتا ال بر صفر یانگ و دلتا ال بر ال صفر شیر چه فرقی داره؟ ماشاءالله، باریکالله، چقدر ظریف بین، چقدر نکته بین، چقدر خوب یاد گرفتی. این دوتا موازی هم دیگه است، اما اینا بر هم دیگه عمود هستن. آقا نفهمیدی که نفهمیدی. تو چه کار کنم که بفهمی؟ نگاه کن، کشکو از دو طرفش یانگ است. چی است؟ یانگ است. در طولش این طرف و طرف بری. حالا بال این شیر است، نگاه، این طول است. رینگ 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 رینگ. این دلتا ال بر ال صفر، این دلتا الش است، این الش است. این میشه شیر. این بنده خدا این طرف و اون طرف، این در طول و دلتا الش در یک جهت است، این طول و دلتا الش بر هم عمود است. پایان فصل سوم به این زودی فصل سوم بیایم روی تخته سفید، بعد این پایان قشنگه رو بذارین. بای بای نکنید از زود به این طرف. پس مدل های ارتجاعی 3 تا شد. چند تا شد؟ 3 تا. اگر گفتیم طول تغییر بکنه، دلتا ال در طول به وجود مربوط یانگ است. گفتیم که یانگ را به این نشان میدن، توماس یانگ، به افتخارش مسما شده. قوه بالای سطح فشار، استرین دلتا ال بر ال صفر. فرقشی است که اینجا این دوتا با هم موازی هستن. این دوتا با هم چی هستن؟ موازی. در هندسه این تو نشان میده علامه موازی را. اینا این دوتا با هم چی هستن؟ موازی هستن. اما وقتی حجم بخواد تغییر کنه، چی تغییر کنه؟ حجم تحت اثر فشار تغییر بکنه، حجم ما کوچکتر بشه، یعنی به اندازه دلتا وی تغییرات حجم بیایه، فشار از هر طرف وارد بشه و سبب تغییرات حجم بشه. در این حالت از مدل بالک استفاده میشه، استرس بر استرین، همون قوه بالای سطح. استرین ای از تغییرات حجم به دست آمده، پس برای بالک میگین دلتا وی بر وی صفر. برای شیر لغزش ها بود. برای شیر چی بود بچه ها؟ لغزش ها. من شکل ها رو بکشم که گیج نشین. چرا؟ چون دیگه اینجا قرار است مفهومی یاد بگیرین، کج میشه
وقتی کج میشه به این شکل کج میشه. میبینین؟ در واقع این میشه L0، این میشه دلتا L. قوه به صورت مماسی وارد شده بالای این سطح. این شکل الف حالت عادی، این شکل ب در اثر فشار. دلتا ال بر صفرش کاملا مشخص است. پس برای شیر استرس با دلتا بود. بله، استرس بر استرین قوه بالای 100 دلتا ال بر ال صفر. ای دلتا الش این علامه عمود است. این علامه چی است؟ عمود. سکنین بر ال صفر عمود است. این عمود است. این چی است؟ موازی است. فرقش چی است؟ این در یک نگاه بود برای شما. یاد گرفتیم؟ خیلی عالی. حالا همه اینا واحدایشان پاسکال است که کتاب مکتب به اشتباه نوشته کیلو پاسکال بر میلیمتر مربع. نداریم همچین چیزی. واحد تمام مدل ها در اس آی چی است؟ پاسکال. چی شیر باشه، چی بالک باشه و چی یانگ باشه. بالک همون مدل حجمی است. پس نامه‌اش نوشته میکنیم. یانگ مدل طولی، خوب یاد بگیریم. بالک مدل حجمی، تغییرات در حجم، و شیر مدل لغزشی یا زاویه‌ای. زاویه‌ای یا هم لغزشی فرق نمیکنه. زاویه، ببین اینجا یک زاویه ایجاد میکنه. هر قدری زاویه بیشتر شه جسم مقاومتش کمتر است و ممکنه نابود شود، از حالت ارتجاعیت یا خارج بشه یا کلا نابود شه بره. پس به صورت کلی 3 مدل را برای شما گفتیم. نکات کانکوری که یاد بگیرین، تمام مدل ها برای اجسام ارتجاعی است و اجسام همه‌شان چه جامد، چه مایع، چه گاز، اینا خاصیت چی دارن؟ خاصیت ارتجاعی دارند. حالا یکی کمتر، یکی بیشتر. اویی که بیشتر هست مقاومتش ضعیف است. اویی که کمتر ارتجاعیت داره مقاومتش بالاست. مثل مارکر، ببین هرچی فشار میاد زیاد تغییر نمیکنه. ما هم خاصیت ارتجاعی داریم. گفتیم استاد باشین، طول ما 180 است. خو کنیم طول ما میشه 182. چرا؟ پس ما وقتی فشار از روی ما برداشته میشه، وزن ما فشار داره روی استخوانا، فشار وارد میکنه. استخوانا مدلش ارتجاعی یانگ دارن. این رقمی است. وقتی که فشار برداشته میشه دوباره حالت عادی میاین و استخوانا عضلات بزرگتر میشن. همه اجسام خاصیت ارتجاعی دارن. مایعات خاصیت ارتجاعیشان کم است. گازات خاصیت ارتجاعی زیاد است. الماس خاصیت ارتجاعیش خیلی زیاد است. یعنی الماس 440 گیگاپاسکال مدل داره در بالک خود. فولاد از این که کمتر هست. پس ببینیم تمام موضوعات ارتجاعی رو بررسی کردیم که در شروع از تحلیل چی گرفتیم؟ همین گفتیم قوه بالای 100 فشار. قوه رو گفتیم از قرار مدل ارتجاعیت که بحث قانون حکم بود. حکم میگفت که ضرب در x. ببینین تغییر طول به دلیل فشار. پس از همینجا کار خود را شروع کردیم و ارتجاعیت را بررسی. ارتجاعیت به زبان انگلیسی الاستیسیتی گفته میشه. الاستیسیتی یا الاستیک صفت که میگیم این جسم خاصیت چی داره؟ الاستیک داره. یک جسم خاصیت الاستیک نداره، میره در حالت پلاستیک بهش میگن. در کنکور هم پلاستیک رو سوال کردم هم الاستیک. الاستیک یعنی به حالت اولی خود بر میگرده، پلاستیک دیگه به حالت عادی خود بر نمیگرده. اینا رو که فهمیدین درس به اتمام رسیده. مثال های آخر فصل رو در درس بعدی میگم. آدرس ها رو میبینید یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، وبسایت ما هست. رجوع کنید درس های قبلی رو ببینید. از طریق واتساپ هم برای ما تبریک و تهنیت عرض کنین. تا روزگار دیگر همه شما خوبان را به خداوند یکتا میسپاریم. در کنکور بدرخشین و باعث افتخار ما باشین. بدرود.